رکورد باشگاه استقلال که هیچ تیمی تو ایران نداره. استقلال قدیمی ترین تیم ایرانه و سال 1323 تأسیس شده. عجیبه اسم اولش تیم فوتبال دوچرخه سواران بوده و حالا جا داره با افتخار معرفی کنم رکورددار بیشترین گل زده و بیشترین برد تو تاریخ لیگ برتر باشگاه استقلال. از اونور استقلال 15 تا کاپیتان تو تیم ملی ایران داشته که از هر باشگاهی بیشتره. رکورد قهرمانی تو جام اسفی ایران دست تیم آبیه و اونا 7 بار جام بالای سر بردن. استقلال پر افتخارترین تیم ایران تو آسیام هست چون تنها تیمیه که 2 بار قهرمان شده و 2 بار نایب قهرمان و 3 بار سوم و از این حیث 4مین باشگاه برتر قاره آسیاست. جالبه بدونی استقلال تنها تیمیه که بدون باخت قهرمان لیگ ایران شده و تو سال 2001 بعد از باشگاه الهلال و یوکوهامای ژاپن 3مین باشگاه قرن آسیا انتخاب شده. پس به افتخارش بفرست برای رفیق استقلالی تا عشق کنه. تو کامنت ها بنویس به نظرت بهترین بازیکن تاریخ استقلال کیه؟